رفقای جانم سلام. میخواین براتون قصه مردی رو تعریف کنم که توی فوتبال ایران حماسه خلق کرد و با اخلاق و انگیزش قلب میلیون ها آدم رو تسخیر کرد؟ آماده این؟ خب بریم سراغ داستان علی دایی، مردی از قلب اردبیل. قصه از کجا شروع شد؟ خیلی وقت پیش توی یه زمستون سرد سال 1348 پسری به دنیا اومد توی محله از شهر اردبیل. اسمش رو گذاشتن علی. پدرش یه آدم سخت‌کوش بود و کارمند شرکت نفت بود. خانواده علی ساده و صمیمی بودن، درست مثل خودش که بعدها هم ساده و مردمی موند. از همون بچگی علی عاشق فوتبال شد. یادم خودش یه بار گفته بود تو کوچه پس کوچه های اردبیل تو پلاستیکی دست دوم هم برای من مثل گنج بود. ولی علی دایی یه چیزی داشت که خیلی از بچهای هم دورش کمتر داشتن، اونم پشتکار بود. علی از همون اول میدونست که میخواد به قله ها برسه. از مدرسه که میومد یا مشق ها رو مینوشت یا فوتبال بازی میکرد. مادرش همیشه صداش میزد: علی بچه بیا غذاتو بخور، تو که همش دنبال توپ میدوی. از کوچه تا زمینای حرفه‌ای. بعد از مدرسه علی تصمیم گرفت دیگه بیشتر بچسبه به فوتبال. قد بلند و قدرت بدنیش کمکش کرد که از بقیه بهتر باشه. خیلی زود تیم‌های محلی اردبیل استعداد علی رو کشف کردن. علی بعدها یاد گرفت تمریناش رو منظم‌تر کنه تا جایی که توی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد. آره، صنعتی شریف. خیلی از ما فکر میکنیم علی دایی فقط فوتبالیست بوده، ولی حقیقت اینه که اون یه روزی یکی از بهترین دانشجوهای مهندسی متالورژی هم بوده. وقتی به تهران اومد فوتبالش رو تو تیم‌های تهرانی ادامه داد. اول با استقلال اردبیل شروع کرد و بعدش رفت به تاکسیرانی تهران و بعد هم تیم بانک تجارت. حالا فکرشو بکنین، علی دایی اون جوون قد بلند اردبیلی کم کم مثل یه ستاره تو فوتبال ایران درخشید. ماجرای تیم ملی و مسیر افتخار. اولین باری که علی دایی پیراهن تیم ملی رو پوشید سال 72 بود. اگه بدونین چشماش چه برقی میزد وقتی پرچم ایران رو روی سینه‌اش دید. علی هر بار که برای تیم ملی بازی میکرد انگار داره برای کل دنیا خودش رو ثابت میکرد. تا میرفت بازی مدافع‌ها وحشت میکردن. میدونی چرا؟ چون قدرت بدنی علی و ضربه های سرش واقعا کشنده بود. علی گل زدنها رو یکی یکی شروع میکرد. اونقدر گل زد که اسمش تو دنیا پیچید. سالها گذشت و علی شد آقای گل جهان. رکورد جهانیش تو گلزنی به اندازه‌ای بود که حتی کریستیانو رونالدو هم باید چند سال جون میداد تا رکوردشو بشکنه. ولی چی؟ علی دایی همیشه میگفت رکورد مهم نیست، این عشقیه که من به پرچم کشورم دارم. از فوتبال اروپا تا برگشت به کشور. علی دایی اولین فوتبالیست ایرانی بود که به اروپا رفت و موفق هم شد. با تیمایی مثل آرمینا بیلفلد یا بایر مونیخ و هرتا برلین بازی کرد. اون روزها اسم علی دایی همه جا پیچیده بود. فکر کنین یه پسر اردبیلی توی ورزشگاه پر از شور و شوق اروپا بازی میکرد. هرچند تو تیم بایر مونیخ خیلی فرصت بازی نداشت، ولی کنار بازیکنایی مثل بیشنی لیزارازو، الیویر کان کلی چیز یاد گرفت. علی میگفت آلمان برام مثل یک کلاس درس بزرگ بود. وقتی برگشت توی تیم‌های بزرگ ایران هم بازی کرد. پرسپولیس، سبا، سایپا. تو این تیم‌ها نه فقط به عنوان بازیکن بلکه به عنوان سرمربی هم فوق‌العاده بود. علی دایی مردی فراتر از فوتبال. اما بذارین چیزی رو بگم که کمتر بهش توجه میکنیم. علی فقط توی زمین فوتبال قهرمان نبود. اخلاق و معرفتش حتی خارج از ورزشگاه مردم رو شیفته میکرد. یادم هست وقتی زلزله بم اتفاق افتاد علی دایی از اولین کسانی بود که کمک کرد. یه بار هم ماشین لباسشویی تولید میکرد برای صنایع داخلی کشور. همیشه هم میگفت افتخار من اینه که به مردم کشورم خدمت کنم. زندگی علی دایی. الان اگه به زندگی علی دایی نگاه کنی میبینی که هنوز هم آدم پرتلاشه. بخش بزرگ از وقتشو صرف کارهای خیریه میکنه. با اینکه شاید دیگه تو فوتبال فعال نباشه، ولی اون همیشه تو قلب مردم است. آره، علی دایی فقط یه فوتبالیست نبود، اون یه افسانه بود. یه نماد بود برای اینکه اگه دست از تلاش بر نداری هیچ چیز تو این دنیا غیر ممکن نیست. خب رفقا، این داستان علی دایی بود.
مردی که حالا اسمش نه فقط تو تاریخ فوتبال ایران بلکه تو دل میلیون ها آدم نوشته شده. فکر نکرده بودم اینقدر سریع تموم شه. امیدوارم از شنیدن قصه زندگیش لذت برده باشین. رفقای جانم، برای تهیه این ویدیو زحمت زیادی کشیده شده. لطفاً اگه خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از آخرین ویدیو کانال با خبر باشید. همچنین به عشق شهریار فوتبال ایران توی کامنت ها برام قلب بذارید. مرسی از نگاه همه شما عزیزان جانم.